همیشه همون صندلی کنار پنجره رو انتخاب میکرد. یه فنجون قهوه، یه کتاب و لبخندی که نمیدونم از کجا میومد، ولی تو هر ساعت مرده روز من رو زنده میکرد. من فقط یه آدم معمولی پشت پیشخون کافه. هیچ وقت جرئت نکردم باهاش حرف بزنم. فقط نگاه، فقط لبخند و فقط سکوت. سه‌شنبه ها ساعت 4 می اومد. هیچ وقت جا نمیموند. اولین بار یه بارونی کرم رنگ پوشیده بود. همون روز بود که بی صدا عاشقش شدم. ماه‌ها گذشت. یه بار یادم لبخند زد و گفت همیشه قهوه‌مو همون جور که دوست دارم برام میریزی. لبخند زدم و گفتم بعضی سلیقه‌ها فراموش نمیشن. همین. تنها مکالمه‌ای که بین ما رد و بدل شد. بعدش هفته‌ها اومد بدون حرف. من قهوه‌شو میریختم، اون مینشست، میخوند و میرفت. تا اینکه یه سه‌شنبه نیومد. گفتم شاید مریضه، شاید مسافرته. گفتم شاید یه هفته دیرتر میاد. ولی هفته بعد هم نیومد و بعد هیچ وقت نیومد. بعد از یه ماه توی سکوت کافه توی گوگل اسمش رو سرچ کردم. اسم کاملش رو از قبض کارت اعتباری که یه بار داده بود برداشته بودم. اولین نتیجه: تصادف در بزرگراه، دختر 26 ساله در دم جان باخت. نفس تو سینم حبس شد. قهوه دستم ریخت. تمام اون سکوت‌های بینمون، اون نگاه‌های بی کلمه، همش با یه جمله شکست. تا امروز همون صندلی کنار پنجره همیشه خالیه. ولی من هنوز هر سه‌شنبه ساعت 4 یه فنجون قهوه درست میکنم، دقیقاً همون جوری که دوست داشت و میذارم رو میز. نه برای اون، برای خودم. برای عشقی که هرگز جرأت نکردم بگمش و حالا فقط یه صندلی خالی ازش مونده. گاهی وقتا بزرگترین حسرت‌ها نه از کارهایی که کردیم، بلکه از چیزیه که هرگز نگفتیم. دوست داشتن رو نگه ندار. زمان همیشه نمیمونه. ویدیو رو لایک کن و کانال رو سابسکرایب.